امسال هم به آخر رسید. 365 صحیفه دیگر از کتاب عمر ما رفت. امروز ما به صحیفه های نوی زندگی می گذاریم که نه به هر فرد نصیب گشت. بسیاری ها مثل ما و شما با ذوق می نوشتند، لیکن با قدر الهی کتاب حیات برایشان محکم شد. تا چندم صحیفه نوشتن در نصیب ما و شما باشد نامعلوم است، لیکن چگونه پر نمودن آن صحیفه ها در اختیار ما و شماست. کتاب نویس که فردا روز قیامت با فخر بکشایی. کتاب نویس که از خواندنش شرم نداری.